انگور خوش است این نقد بگیر و دست از آن نسیت بدار آواز دهل شنیدن از دور خوش است این نقد بگیر Hay algo que es obvio, que partiendo de un punto de otro a usted le interesa extraordinariamente, ¿no? Que es trabajar sobre los aspectos de lo que queda más allá de la imagen y amplificar las posibilidades del cine, pues no reduciéndolo solo al encuadre dado que hay que filmar, sino teniendo muy en cuenta todo lo que orbita alrededor del encuadre. فکر میکنم علت این از یه چیزی میاد که سینما به یه مفهومی کارش نمایش، یعنی ما کارمون در واقع نمایش دادن یک واقعیه. اگه به این معتقد باشیم طبیعتاً خارج از کادری که ما انتخاب میکنیم هیچ اتفاقی نمیتونه بیفته، اگه بیفته به ما مربوط نیست. آره، ولی قرار بر اینه که سینما یک وجهی از زندگی باشه. پس ما چجوری میتونیم که مدعی باشیم که ما داریم بازتاب زندگی رو در یه نمایش میبینیم ولی حواسمون نباشه که زندگی محدود به کادر ما 16:9 نیست. پس باید اجازه بدیم که خب ما به دلیل محدودیت این کادر رو انتخاب میکنیم. باز واقعیت داره که همه جا رو ساکت میکنیم، میگیم کسی هیچ کاری نکنه به خاطر صدا، ولی واقعیت این که زندگی جریان داره همه جا، یعنی بالا پایین چپ راست یه زندگی هست. ما ناچاریم در این محدوده یه فریم عمل بکنیم. بنابراین خیلی طبیعیه که اجازه بدیم اونا هر وقت لازمه توی داستان ما دخالت کنن. بنابراین خب وقتی که قراره که ما ببینیم بعد اجازه دخالت میدیم و بعد بگیم چه چیزایی رو ببینیم چه چیزایی رو نبینیم. کلوزآپ‌های شیرین ما انتخاب کردیم، داستان رو فدا کردیم، اتفاقاتی که رو پرده میبینه حالا میخوایم بازتاب اونو تو صورت یه تماشاگر ببینیم. به این دلیل من فکر کنم که فیلمسازات مجوز دارن برای اینکه صداهای اضافی، اشاره‌های اضافی رو خارج از کادر منتقل کنن توی محدوده تصویری که داره. ولی در این حال این شانس رو به نظرم باید برای تماشاگر اول و به خاطر تماشاگر به فیلمساز داد که وقایع خارج از کادر رو بهش اشاره. من تا حالا از نقدهای مختلف شنیده بودم که میگن من به خارج از کادر توجه دارم خیلی، ولی الان با این مجموعه که این آقای لوئیس کنار هم گذاشته دیدم واقعا مثل que دارم. Vos había oído antes pues, de varios críticos que pues, me interesa mucho lo que pasa fuera del encuadre, pero con los peluques que tiene ahí Luis, la verdad me he dado cuenta que sí, es así. الان هر چی دیدم نمونه‌های درستیه. یکی son ejemplos correctos. جمع نیده بودم. نه ولی ببین اینا به در طی 30-40 سال کاره و الان کنار هم گذاشتهش من تا بال نیده بودم اینجوری. Y son pues han salido desde 30-40 años del trabajo y nunca había visto pues juntando todo esto. Vemos un pequeño fragmento de Y la vida continúa. یعنی درست شب زلزله؟ Y el fragmento consecutivo, muy famoso también, de A través de los olivos, donde se repite esta situación, nos cuentan teóricamente cómo se filmó esta situación. Veamos un pequeño fragmento de otra gran película suya que es Copia certificada, donde dos personajes se conocen recientísimamente en un restaurante. Les toman por matrimonio sin serlo y luego ellos fingen ser ese matrimonio y de hecho un personaje con el que se encuentran parece que ve problemas entre ellos y quiere darle un consejo de marido a marido, ¿no? Como este hombre, ¿no? Que imita algo que no es ni él mismo, pero que por consejo del otro de repente representa un papel que espera el otro de él, ¿no? Entonces en estos juegos de verdad e ilusión hay mucho desarrollo en su cine, como hemos visto en el fragmento de Y la vida continúa, que luego deconstruye de algún modo en A través de los olivos, ¿no? Puede también hablarnos un poquito de esto, qué interés encuentra en estas cosas. Pues tengo miedo de ti, me asustas. Es que me asustas. اصلا قرار نیست که کار ما اینقدر دقیق دیده شه. Es que vamos a ver, no partimos de esta base de fijar y de persistir tanto en nuestras cosas. این شبیه
چیز اسکنه، یعنی شبیه اماراییه. Es como una resonancia magnética. مجبور باشم یه چیزی جواب بدم، میگم که سعی کنن که این روزا یه چیزی بهتر میتونم بگم که یه ایده ای لااقل پس فیلمشون داشته باشه. دوربینای دیجیتال خیلی کمک کردن به فیلمسازها و به دانشجوهای فیلمسازی و با این بچه‌ها که بدونن حالا اینقدر تسهیلاتی در اختیارشون قرار گرفته بابت ضبط، دیگه نباید به یه ضبط ساده اکتفا کنن. هر تصویری الان میباید که یک مفهومی پشتوانه داشته باشه. بنابراین در نسل‌های اول فیلمسازی اینا مسئولیت خودشون رو راجع به سینما واقعا به بهترین شکلی انجام دادن. الان که دیگه اینقدر تسهیلات فراوانی در اختیار قرار گرفته، قانون‌ها اینقدر شکسته، کلوزآپ از 3 ثانیه تا 30 دقیقه میتونه ادامه پیدا کنه، به جاش باید یه مفهومی دیگه محدودیت نداریم، پس یه زحمتی باید بکشیم دیگه، چون اینه که به نظر من دیگه ارزش یک اثر رو تعیین میکنه. البته این شانس هم داریم که چگونگیش هم اینجا یاد میگیریم دیگه، که چگونه بگیم.